پس از گذشت 4 ماه هنوز چقرک‌های راه نقلیاتگرد ابریشم تا به 4 کوچه محله چشمه شهر خوجند تعمیر جوری نگردیده است. 120 روز پیش از این گروهی کاری از ناهمواری و وضع صدمه‌ناکی این راه گزارش آماده نمودند. آن وقت مسئولین ابراز داشتند که دوام هفته این منطقه یعنی کوچه سید ولیف را از تعمیر جوری میبرارند. اما 4 ماه گذشت، وضع هنوزم نگران کننده میباشد. مشکلات مذکور نزدیک 2 سال است که باعث نگرانی ساکنان این منطقه می‌گردد. حالت ناگوار این راه را خبرنگاران در نشست مطبوعاتی مؤسسه‌های مربوط شعبه نقلیات و کمیونیکاسیون ولایت مورد تحلیل قرار دادند. مسئولین اطلاع دادند که دوام سال 2022 در ولایت سوخ 2021 از 1 کیلومتر راه تعمیر و ترمیم کرده می شود و آن از روی نقشه ترتیب داده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت عملی خواهد شد. مسئولین در نشست خبری اطلاع دادند که درخواست ژورنالیستان را به مسئولین اداره راه در شهر خوجند می‌رسانند. قسمتی راه اصلش راهی دوشنبه خوجند شما که همین قسمتش طبق شرطنامه باید شهر خوجند نگهداری کند. ایرادتان ما میرسانیم نظر نهید. اعلام کنم مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای افغانگرد ولایت سوخت با 14 مؤسسه زیرتابعش در 14 شهر و نواحی ولایت خدمت رسانی می‌کنند. شهر خوجند، شهر استقلال، گلستان، بستان در این شهرها مؤسسه زیرتابع ما نیستند و در توازن ما این راهها قرار ندارند. در شهر خوجند اداره همین نگهداری راه شهر موجود است. همین راههایی که شما واضح گفتید همین راه در توازن همین مؤسسه قرار دارد. باید اصلا بر این بودجت همین اداره بودجت مقامات محلی شهر خوجند باید تعمیر گردد. ما خیلی میرسانیم، ما ولایت هستیم، تمام راهها و ما حق داریم تاثیر خود رسانیم برای تعمیر بودش. برای ما اینا میرسانیم. البته مسئله مذکور را دیگر باره به اداره کارخانه دولتی استفاده بری راههای شهر خوجند رفته به رشته تحلیل کشیدیم. حبیب حاجیف مهندس راه در این کارخانه ابراز نمود که بعد گرم شدن حرارت هوا منفرش کوچه سید ولیف آغاز می‌گردد، ولی احتمال تا آخر ماه اپریل وضع چنین ناگوار و صدمه‌ای باقی ماندنش ممکن است، زیرا موسم منفرشی راهها هنوز آغاز نگردیده است. مسافه این راهی صدمه‌ای باشد بیش از 500 متر را تشکیل می‌دهد. قاعده‌های تکنیکی همین نگهداری راه‌ها آن را طلب می‌کند که همین گرمی هوا زیاده از 20 درجه شود اگر کارهای تعمیری منفرش کنی موافق همین طلبات قاعده‌های تکنیکی بسیار نقض می‌شود. بنابر همین ما به نقشه گرفتگی همین راه را این چنین فوراً همه هوا که مساعد که شد ما این راه را فوراً تعمیر میکنیم. این چنین راه ماشینگردی 250 متر از همین گردشی 100 برگ میگن تا میکروناهی 34 بین 33 و 34. همین راه هم بسیار در حالت بد قرار دارد. حساب کتاب کرده مسائلاتش همش چکردگی مبلغش حساب کتاب کرده ماندگی، فقط انتظار اهمی باد هوا که نقش شد البته تعمیر میکنیم. در شهر خوجند سال 2022 34.6 کیلومتر راه تعمیر و ترمیم می‌گردد و آن طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند صورت می‌گیرد. در ولایت سوخ باشد این نشان داد 223 کیلومتر تعمیر اساسی، 956.1 کیلومتر راه تعمیر جاری و اینچنین 842 کیلومتر راه شغل پوش کرده می‌شود. تا منفر شدن این راه صدمه‌ای این موضوع را ما دیگر باره پیگیری خواهیم کرد. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوبوف و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.